ای بخشنده ترین بخشنده ها، هدیه ای را که به من بخشیدی اکنون کجاست؟ بزرگان هدیه ای را که اعطا کردند باز نمی ستانند. یوسفم را به من برگردان، یوسفم را به من برگردان. هر کجا هستی خدا نگهدارت باد. من یقین دارم که تو زنده‌ای. یک بار دیگر از فرزندانمان بپرسید که با یوسف چه کردند. شاید این بار به خطای خود اقرار کنند و حقیقت را بگویند. شما از کجا این همه اطمینان دارید که یوسف نمرده؟ به دو دلیل. پیراهنی که هنوز سالم است و گرگان را ندریده. دوم قلب سلیمی که به من دروغ نمیگوید. بسیار خوب. اگر چه امیدی ندارم، اما سوال خواهم کرد. من میخواهم آنها به گناه خویش اقرار کرده توبه کنند. شاید خداوند از گناه آنها بگذرد. به چشم خود که ندیدیم، اما اطمینان داریم که گرگ یوسف را خورد. چند بار بگوییم؟ اگر 1000 بار هم بگویید باز هم دروغ گفتید. دلم میخواست هنوز کودک بودید تا زیر ضربات تازیانه کبودتان میکرد. اگر گرگ یوسف را دریده بود چرا پیراهنش را سالم آوردید؟ ما هم نمیدانیم. برای ما هم معمایی شده که از آن سر در نمیآوریم. همه اتان را نفرین میکنم. شما دروغ میگویید. گرگ یوسف را ندریده. گرگ صفتان او را دریدند. گرگ صفتان. میدانم. باز هم گفتند که یوسف را گرگ دریده. امیدوارم قبل از آن که دیر شود به خود آید.
مالک او را نفروش. من هم قلبا راضی به فروش او نیستم، اما مگر ندیدی خودش مایل به فروش است؟ قیمت این غلام چند است؟ من برده فروشی نمیدانم، اما همین قدر میدانم که غلامی زیبا و باهوش و باسواد. هنرهای دیگری هم دارد که قیمت او را بالا می‌برد. من او را ارزان نمی‌فروشم. میتواند خدمتکار خوبی برای معبد باشد و در آینده بسیاری را به عنوان کاهن به معبد جذب کند. سعی کن او را خریداری کنی. با 50 دبن شروع کنم؟ با 50 دبن موافقی؟ قیمت او بیش از این هاست عالی جناب. 100 دبن. بیشتر از اینها میارزد. پیشنهاد بیشتر را چه کسی میدهد؟ بنده هایی که کم میخورند و زیاد کار میکنند همسران مهربان و خوبی هستند. باید به حسن انتخاب جناب پوتیفار تبریک گفت. ایشان بهترین جا را برای خرید برده انتخاب نمودند. خوش آمدید، خوش آمدید. امیدوارم که این برده ها بتوانند موجب رضایت شما از بنده گردند. خوش آمدید. ملاحظه کنید میتواند همچون 2 اسب بار 200 دبن. ملاحظه کنید همچون گوسفند آرام است. 100 دبن بیشتر نمیدهد. عالی جناب، این برده ها بیش از این میارزند. من در امید به کتابی مسافر بودم و در افسانه چنین همه نقاشی غمگین مباش یوسف. امروز اینان مشتری تو اند، یک روز تو همه اینان را خریداری خواهی کرد. اینان از من چه میخواهند؟ چرا اینجا جمع شدند؟ زیبایی در وجود همه هست اما عیان نیست. در تو گوهر وجود انسان به نمایش در آمده. اینان اصل و حقیقت یوسف وجود خود را به تماشا ایستادند. اینا چرا خریدار زیبایی من هستند اما به حقیقت زیبایی درون خود توجهی ندارند؟ دیدن زیبایی درون خودشان چشم بصیرت می‌خواهد، اما حقیقتی که در وجود تو تجسم یافته با چشم سر نیز قابل مشاهده است. بصیرت را هر کسی ندارد یوسف، اما بصر را همه دارد. با این وصف من نیز چون خود آنانم.
اگر حقیقت زیبایی درون خود را می شناختند این همه مشتاق خریدن من نبودند. اینان نه مشتاق یوسف که ناخواسته مشتاق دیدار با خلیفه خدا هستند. اشتیاق ملائک را برای زیارت آدم شنیده ای یوسف؟ 300 دبن 300 دبن 320 دبن 380 دبن 400 دبن. بیش از این ها میارزد. پیشنهاد بیشتر را چه کسی میگه؟ 50 دبن. او بسیار قوی است. میتواند به تنهایی یک گاوهان را بکشد. آره جناب، این رو هم ببر. انتخاب خیلی خوبی داشت. 3 برده میشود به 600 دبن. 50 دبن 50 دبن بیشتر میاد. 55 دبن 60 دبن. آره جناب، برده‌های بسیار خوبی هستند. 300 دبن بگو. بیش از اینها میارزند. 300 دبن 320 دبن 350 حرکت. یک 1010 دبن 1020 دبن 1100 دبن. پوتیفار وارد میدان رقابت شد. حالا چه کنیم؟ نگذارو برنده شود. پوتیفار باید امروز شکست بخورد. 1200 دبن 1300 دبن 1300 دبن. کسی بیشتر خریدار نیست؟ هرچند قیمت پیشنهادی برابر با 8 تا 10 برده است، اما عیبی نیست. سعی کن در رقابت از پوتیفار عقب نمانی. 1500 دبن 1500 دبن. بیشتر خریدار نبود؟ شرم آور است. گویی کالا خرید و فروش میکنند. اگر این کودک را میشناختند دشتی زر سرخ را نیز برای بهای اونا چیز میافتند. 2000 2 برابر 3000 دبن 3000 دبن 3000 دبن. جناب پوتیفار عزیز مصر و فرمانده سپاهیان مصر 3000 دبن را پیشنهاد میدم. جناب پوتیفار 3000 دبن پیشنهاد دادن. چه کسی جرأت رقابت با جناب پوتیفار را دارد؟ مبارک باشد این غلام از آن شما. به شما اطمینان میدهم که غلامی با ادب و کمال و با ثبات خریده اید. بسیار خوشیمن و پرخیر و برکت است. این برده به جناب پوتیفار فروخته شد. حرکت کن.
زلیخا را بخوانید. این دردانه یگانه را از کجا آورده اید عالی جناب؟ خریدم، آن هم به قیمت گزاف. هرچه پرداخته باشید باز هم کم است. آن ابلهی که چنین گوهری را فروخته باید به غرب فرستاده شود، به دنیای مردگان. همه برده می فروشند که زر و گوهر به دست آورند. این برده فروش نادان چنین گوهری را فروخته که چه به دست آورد؟ شما بزرگوارید، من برده بیش نیستم. به قصر پوتیفار خوش آمدی پسر جان. سپاسگزارم عالی جناب. نیامده دلتنگمان شدیم؟ می توانم علت احضار خود را جویا شوم؟ این هدیه را میپسندی؟ من این کودک را قبلا جایی ندیدم. در عالم خواب یا شاید هم نمیدانم، به هر حال در نظرم آشناست. به سلیقه و انتخاب جناب پوتیفار تبریک باید گفت. بی‌نظیر است. نام تو چیست؟
یوسف. یوسف یا یک نام آرامیست یا نامی عبرانی؟ عبرانی هستم. از اهالی کنعان در منطقه شام. شغل آنان شبانی و گوسفند چرانی است. یوسف. نه، من از اسمهایی که متعلق به قبایل بدوی و صحرانشین است خوشم نمی آید. اگر اجازه بفرمایید نامی مصری برای او انتخاب کنید. این کودک هدیه من به توست. او را هرچه می‌خواهی صدا کن. از خداوندگار خیش بی نهایت سپاسگزارم. اگر اجازه دهید من میخواهم برای یوسف یک نام مصری پیشنهاد کنم. خب، نامی که به یوسف نزدیک است. یوزارسیف. یوزارسیف بد نیست. یوزارسیف نه، زیباست. از این پس تو را یوزارسیف مینامی. موافقی؟ اگر شما میپسندید من هم موافقم. از شما میخواهم که یوزارسیف را عزیز و نیکو بدارید. شاید برای ما فایده داشته باشد و شاید هم زلیخا او را پسندید و در آینده او را به فرزند خواندگی خود انتخاب کردید. چرا که نه؟ چه کسی بهتر از یوزارسیف؟ دیدی چقدر زیبا بود؟ زیباتر از او را در تمام عمرم ندیده بودم. یعنی او برده است؟ چهرهش که به برده ها نمیماند. اینجا اتاق توست. میپسندی؟ سپاسگزارم بانو، خیلی زیباست. وسایل استراحت یوزارسیف را فراهم کنید. پروردگارا، تو را سپاس میگویم که مرا از بردگی نجات داده و آسایش و راحتی را به من عنایت کرده ای. یا یوسف، این گونه خداوند به تو مکنت و جایگاه والا عنایت فرمود. تو را از قعر چاه به اوج عزت و جاه رسانید و تو را علم تعبیر احادیث آموخت که اینک از معبران آگاه تر به علم و زبان ایشان و از داشتن هر گونه استادی بی نیاز می باشی. سپاسگزارم پروردگار مهربانم، سپاسگزارم. تو زیان کردی مالک.
اگر یوسف را به چندین برابر وزنش سیم و زر میفروختی باز هم زیانی بزرگ. هیچ معلوم هست چه میگویی؟ گم شدنمان در طوفان را به یاد دارید؟ با آن توقف حیوانات در کنار چاه شور فکر میکنی برای چه بود؟ برای رسیدن به سود بیشتر تو بود یا نجات یوسف؟ من شیرین شدن آبانچاه را هم از برکت وجود یوسف میدانم. ماجرای سیلی زدن به یوسف و خوش شدن دستم را به یاد دارید؟ آیا با دعای یوسف و لمس کردن او شفا نیافتم؟ جناب مالک، اگر به یاد داشته باشید یوسف مرا هم از مرگ نجات داد. من با دعای یوسف شفا یافتم. با دعای یوسف. به یمن وجود یوسف آن همه سود کردید و این همه زر به دست آوردید. یوسف انسان عادی نبود. اینها همه معجزه است و فقط از انبیاء الهی برمی‌آید. چرا من متوجه نشدم؟ اصلا یوسف که بود؟ چرا از اصل نسبش نگفت؟ نفرین بر تو فلی که عیشمان را منعکس کردی. تا کنون گمان میکردم که سود کردم، اما اینک خود را خسران دیده میبینم. وای فلی، من نه یک برده که ظاهرا آزادی از اولیا و شاید انبیاء الهی را فروختند. آن همه ادب در گفتار و بزرگی در رفتارش را چرا ندیدی؟ آن قلب بیکینه و روح چون آینش را چگونه ندیدی؟ من از امروز خدایان پیشین را به دوزخ ریخته خدای او را برگزیدم. من این خسران را جبران خواهم کرد. باید کاری کرد. کجا؟ اکنون که نمی شود کاری کرد. صبر کنید تا صبح. قصر جناب پوتیفار کجاست؟ مستقیم قصر انتهاست. اینجا چه میخواهید؟ عالی جناب بوتیفار کار دارد. باید از فرمانده رودمان اجازه بگیرید. بیایید بالا. جناب فرمانده، اینان میخواهند عالی جناب بوتیفار را ببینند. با عزیز مصر جناب پوتیفار چه کاری دارید؟ یک برده به او فروخته ایم. بگویید مالک قبلی برده‌ای که دیروز خریداری کرده اید آمده. پرسیدم چه کاری دارید؟ مقداری سکه اضافه از او گرفته ایم. فقط هم به خود او میده. باشید منتظر.
چه شده رودامو؟ تاجری که دیروز به شما برده فروخته تقاضای ملاقات دارد. ظاهرا خوشحال نیستی ابرانی؟ از اینجا بودنم خوشحالم، اما از برده بودنم نه. رفتار ما با تو همانند برده هاست؟ رفتار شما شایسته بزرگی شماست و احساس من ناشی از بردگی من. آفرین، پاسخی حساب شده و به جا بود. من به او امیدوارم عالی جناب. او خواندن و نوشتن هم میداند. با این وصف همه چیزش خوب است مگر زبانش که باید قدری کوتاه شود. بانو اطمینان داشته باشند که زبان بیهودگویی ندارم و بی اذن جناب پوتیفار و ایشان سخنی نخواهم گفت. آفرین، اینطور بهتر است. تو اهل کجایی؟ نام پدر مادرت چیست؟ برای شما چه فرقی می کند بانو؟ بیابانگردی و پیشینه گوسفند چرانی که گفتن ندارد. کسی از شما نظر خواست؟ ولی چهره یوزارسیف نشان از بزرگی و تبار نیک او دارد. چه شده تاجر؟ نکند پشیمان شده ای؟ آری نه پیش از آن که علت حضورم را عرض کنم اجازه میخواهم دقایقی را با یوسف خلوت کرده و برای آخرین بار ودا کنم. میفهمم. بودن با یوزارسیف تعلق خاطر ایجاد میکند. آنها را به تالار مجاور راهنمایی کن. میبینیم دل کندن از یوزارسیف برایش مشکل است. من آمدم تا نام و نشان تو را بپرسم و تا نگویی باز نخواهم گشت. گفتم که من فرزند نه، این را قبلا شنیدم. تو را به خدای یگانه سوگند، نام و نشانت را بگو و مرا راحت کن. باید در محضر خداوند عهد کنی از آنچه میگویم با کسی سخن نگویی. عهد میبندم و به خدای ابراهیم سوگند میخورم. من یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم هستم. ای وای بر من. ما پسرمو هستی. تو از نوادگان اسحاق و من از نوادگان اسماعیل ذبیح الله هستم. خدا مرا نبخشه. این چه کاری بود که کردم؟ چرا تو را فروختم؟ من میدانستم ما پسرمو هستی و اصلا از فروش خود دل من نیستم. من باید به مصر می آمدم و فروخته می شدم. این حوادث اراده خداوند و مقدمه یک واقعه بزرگی است. باید حدس می زدم که با آن همه معجزه تو یک انسان معمولی نیستی. تو
تو یک پیامبری. وای بر من که پیامبری را به بردگی فروختم. این ننگ را کجا برم؟ آرام باشی، برخیزی. گفتم که این حادثه باید رخ میداد. من برای انجام رسالت خویش باید به مصر می آمدم. تو فقط وسیله خیر شدی. من از تو سپاسگزارم. این خطا رو جبران میکنم. بیا، این سند بردگی توست که صاحبانت امضا کردن. آن را پنهان کن. شما همینجا بمانید. نمیخواهم شاهد بحث و گفتگوی ما باشید. من از محضر عالی جناب پوتیفار عزیز مصر پوزش میخواهم، ولی ناچارم از ایشان تقاضای فسخ معامله کنم. بنده یوسف را نمیفروشم. آفرین آفرین. ساعتی پیش تو را ابلهی میدانستم که قدر گوهری چون یوزارسیف را ندانسته، اما میبینم نه، اینطور نیست. تو نیز جوهر این گوهر را دریافته ای. اما فکر نمی کنی کمی دیر شده؟ باید قبل از فروش کمی بیشتر فکر میکردی. حالا دیگر دیر شده. عالی جناب، همه ثروت اندوختم را در قبال یوسف حاضرم بدم. تقاضا دارم او را به من بازگردانید. مگر نشنیدید جناب پوتیفار فرمودند یوزارسیف را به هیچ قیمت به شما باز نمیگردانیم. بنده نیز عرض کردم که از این معامله پشیمانم. ما یوسف را نمی فروشیم و بدون او از اینجا نمی رویم. اگر یک بار دیگر گستاخی کنید هر دو را به زندان خواهم فرستاد. از اینجا بروید. من بدون یوسف از اینجا نمی روم. عالی جناب، بگذارید یوسف را ببریم. رادامون، آنها را به زندان ببر. الهی تو شاهد باش که من یوسف را خریدم اما یوسف فروشی نکردم. او را به من برگردانید. او را نمی فروشم. او را به من برگردانید. یوسف را به من برگردانید. یوسف با حاضر خودت باش. او را به من برگردانید. عالی جناب، ببخشیدشان. آنها به خاطر من خود را به خطر انداختند. حقشان بود که به سختی مجازات می شدن. استدعا می کنم. اما به خاطر یوزارسیف گذشتم. بگو آنها را آزاد کنن. زندان نیاز نیست. یوزارسیف، تو چه داری که این برده فروش حاضر است همه زندگیش رو فدای تو کنه؟ چه بگویم مانو؟ من از نزد خود چیزی ندارم. موجود ضعیفی چون یوسف از خود چه دارد؟ با این حساب ما منتی بر یوزارسیف نداریم، چرا که آنچه برای او پرداخته بودیم به ما بازگشت. من قد نشناس نیستم عالی جناب و محبت‌های شما را با دینار و دبن عوض نخواهم کرد. من از این هدیه ارزنده بسیار سپاسگزارم. کاری ماما، یوزارسیف را استحمام کرده لباس نو بپوشانید و نزد من بیاورید. اطاعت بانوی من. هیچ متوجه شده ای که او به عکس دیگران اصلا تعظیم نمی کند؟ مانعی نیست، کم کم می آموزد. فکر می کنم عدم تعظیم او عمدی است. من یوسف را می خواهم.
یوسف را نمیفروشی. مرده ای را که فروختم می‌خواد. یوسف را به من برگردانی. او را به من برگردانی. یوسف را به من برگردانی. یوسف را می‌خواد. او را نخواهیم فروخت. یوسف را به من برگردانی. یوسف را به من برگردانی. یوسف را می‌خواهیم. یوسف را نمی‌فروشی. یوسف را می‌خواهیم. یوسف را به من برگردانی. یوسف مرده ای را که فروخته می‌خواد. یوسف را به ما برگردانی. تخت یارتان بود. اگر به خاطر یوزارسیف نبود چند وقتی را زندانی می‌شدید. این اطراف پیدایتان نشود. بروید. من از یوسف دست بر نخواهم داشت. خواهیم دید. جان خود را بردار و برو. بیش از این خود را به مهلکه نینداز. پوتیفار و همسرش مثل من احمق نیستن تا گوهری چون یوسف را به سهولت از دست بدن. ما زیان کردیم فلی، زیان کردیم. تو زیان کردی نه من. به لطف خداوند من سود کردم. بزرگترین سود زندگیم را. سود کردی؟ چطور؟ تو یوسف را از دست دادی بدون آنکه چیزی به دست آوری. اما من در ازای از دست دادن یوسف خدای یوسف را به دست آوردم. شب گذشته در کاروانسرا خدایان سنگی را وا نهادم و از یوسف گوهر یکتاپرستی را به دست آوردم. آری، به خدا که من زیان کردم. اگرچه پیامبر خدا را نفروختم، اما تا پایان عمر هیچگاه خود را نخواهم بخشید. من به دیار خیش رفته از این پس به ترویج یکتاپرستی خواهم پرداخت. و یوسف در اینجا است و نمیتوانم این شهر را ترک کنم. به کاروانسرا بروید.